رانندگی جلوی پدرها پارت 1. بابا من همیشه اینقدر آروم راه میرم. اصلا تو جاده بیش از 40 تا راه نمیرم. آفرین پسرم، همیشه اینقدر کم گاز بده و واسه ماشینای بهتری میخرم. رانندگی جلوی مامان ها. مامان من همیشه گاز میدم، همش هم دعوا میفتم، همش هم تصادف میکنم. الان اینجا رو نگاه کن، گاز میدم از اینجا لایی میکشم، سبقت میگیرم و اینجا گاز میدم میرم تو دهن مردم. رانندگی جلوی رفیقا. داداش مهدی اینجا رو فقط نگاه کن. داداش گاز بده. داداش اینجا رو فقط نگاه کن. آها بیاین کنار، مثلا نمیدونم شما که. داداش اینجا نگاه نکن. اوف چه اوسی رفتیم. آها داشتم میخواد برم بزنم توی جاده.